48 نفر در دهه نویه شمس‌الدین شوین پس از خوردن قروتوب زهرآلود شدند. حادثه روز 24 ینور سال 2023 هنگام مهمانی در دهه چگم روی داده است. مقامات گفتند قضیه را تحقیق دارند. 25 نفری را که احوالشان بد است به بیمارستان کسلی‌های استراحتی کولاب بردند. دیگران در شفاخانه محلی معالجه میگیرند. پزشکان هنوز دقیق نکردند که سبب زهرآلود شدن ساکنان چیست. شرف رستموف سردار ریاست تندرستی در منطقه کولاب روز 24 ینور گفت در این باره دیرتر معلومات خواهند داد. حادثه در خانه یک ساکن دهه چگم نویه شمس‌الدین شوین و هنگام روی داد که همبیگانش را به خوردن قروتوب دعوت کرده بود. زهرآلود شدن ساکنان از خوراک بارها اتفاق افتاده، فاجعه ها نیز در پی داشته است. در آخر سال گذشته یک خانواده در نویه جبا رسول و ولایت سوخت پس از استعمال میوه و سبزیجات کنسرو شده زهرآلود شدند. در این حادثه عمر نسا کریمووی 58 ساله و دخترش محرمه کریمووی 30 ساله جان باختند.